عقل و موقعیت جنایت موجودیت دلیل‌های ضروری از سبب آن که جنایت ذکر گردیده ظاهر شد در جامعه ترس را به وجود می آورد. عیبدار شونده ها ضیا یلمز و خسرو باقر به حبس گرفته شوند. یک بیعقل بچه ها سنگ انداخته است. تو سنگ را در سر ما نشکن. قرار برآورده شده بود که به معلومات به مقدار کفایه جمع گردیده تکیه کرده پرونده برای آموزش به پروکراتور مرکزی فرستاده خواهد شد. جناب سودیا، آنها با کارهای خودشان مشغول می شوند جناب سودیا. من که ها باز بوی لاشه را احساس می کنم. به آنی که از با مفتید نه سودیا بلکه طبیب لازم است. انسان چه خیلی دوست داشته‌اش رو دفن میکند، چه خیلی با دستان خودش به زمین میپرتاید. ما چی گوری پدرت رو میکنیم؟ شما در چه باره میگید اکرم؟ من نفهمیدم. به بالای پدرتون شما خاک پرتافتید. غم نمیخورید که او زنده است یا مرده، چون که مرگ او را قبول کردید. خانم علیف باشد یک کف هم خاک نگرفت و به اینجا نپرتافت. اکنون مرگی رو میجوید که قبول نکرده است. اکای حکمت، چرا موضوع رو دیگر میکنید؟ اکای حکمتت گوری دوستش را میکند. من او را به اینجا گذاشته بودم، اکنون میکنم تا اینکه بیرون کنم. اجازه ده بگذار گپ زند، حتی اگر بیهوش هم شده افتد. اپا، اگر یگان کسی شکایت کند با ما چند سال میدهند؟ خواطر نشوید، من همه رو به عهده خودم میگیرم. تو تنها علی را اعتراف کن الیف. علی را به گناه و پاک شویش قبول بکن. با اسرار و کشاده شویش، با دروغ و راست مرگ او را قبول بکن. من بعد این برای تو هم سر میشوم و هم جسد. اکای حکمت، من از شما کمک خواستم، شما میتوانستید که رد کنید، اما برای شما نیز شوق آور نمود. درست خواهرکم، این اگر علی نباشد انا اون وقت در حقیقت هم دیوانه میشوم. حبس ضیا یلمازی مشهور و صاحبکاری овозадор Хусрав Бохироғлу ҳангомаи воқеӣ гашт. адвокатҳои айбдоршавандаҳо изҳор карданд ки ба прокуратураи марказӣ шикоят пешниҳод мекунанд. аммо Зиё Йилмаз ва Хусрав Бохироғлуи айбдоршаванда дар назди бинои суд ҳеҷ шарҳе надоданд. ин ки айбдоршавандаҳо аз бинои суд бо дасткишанҳо берун шуданд, баҳсҳоро ба миён овард. از چهار طرف فشار میارند. سلیم، عملیات ضد امریکاییان الکی شروع گردید. این یگانه شرح آن است که ایوانوف را از میان برداشتند.
آنها به این چخل جرأت کردن نمیفهمم. آنها راهی دیگر ندارند. آنها وعده میدهند که با آنهای قرارداد میبندند که در پهلویشان هستند و با آنهایی که ضدشانند جنگ اعلان میکنند. در نزد قراخانلی تلفات بیشتر شده است. ما چخیل از او داشت میبراییم. آنها اگر آرزو داشته باشند که شرق میانه بزرگ را برپا کنند، پس ما با آنها شرق میانه خود را میدهیم. آنچه که آنها به روسیه، ترکیه و ایران ساختن میخواهند یک شرق خرد باقی میماند. آنچه که به قراخانلی دخل دارد، اون نه تستری دارد، نه لزیا، نه تنبولجی و حتی نه انسانی نیست برای عوض کردن. پولاد علمدار چی؟ او الحال بران ندارد سلیم. تنها مرده ها میبینند. آکا زمین میلرزد.